احساس میکنم این روز نیاز است. کتاب هایی است که امام حسین معرفی میکنه، خصائص الحسینیه، ویژگی های امام حسین. یک کتابی از خصائص العباسیه، خصوصیت ها ویژگی های حضرت ابوالفضل بیان میکنه. در اون کتاب نوشته است در خصائص العباسیه، میگه وقت ابوالفضل دو تا دستش گفتم قطع شد، هنوز سوار بر اسب بود، مشکش هم پاره شده بود. میگن ابوالفضل اونجا حیران مانده بود. بیام سمت خیمه ها، اگر بیام من که آب نداره برگردم دشمن. همجوری که متحیر بود یک کسی آمد گفت که تو که خیلی مثلا شجاع بودی چطوری حیران ماندی؟ آقا در این وسط خلاصه فرمود که دیگه تحیرم از این جهت است. گفت بیا با هم بجنگیم. گفت من دست ندارم. گفت تو نداری من که دارم. شروع کرد با عمود به فرق آقا زد، تیر به بین ابروها و دو چشمان زیباش رها کرد. اینجا بود که روی زمین افتاد. میگن وقتی میامد سمت زمین دست نداشت، از اسبم که میامد با این یه وقت صدای زنی به گوشش آمد، عباس عزیز مادر بیا به آغوش مادر. گفت من که مادرم کربلا نبودی، صدایی که دقت کرد صدای زهراست. همینطوری که روی زمین افتاد. خوب دقت کنید، اینجا یه نکته میخوام بگم. میگن وقتی جان دادن اهل بیت و بالین معتذر میآید. حسین جان تمام عمر داریم نوکری بکنیم، فقط منتظریم لحظه جان دادن یه نگاهی بکنیم به ما آقا جان. میگن در اون لحظه که روی زمین افتاد، یک لحظه متوجه شد پدرش امیرالمومنین در عالم دیگری آمد به دیدن ابوالفضل. چشماش باز کرد، ابوالفضل دید بابایش امیرالمومنین به بالینش آمده. یه نگاهی کرد به طرف خیمه، صدا زد برادر حسین بیا پدر آمده، تو هم به دیدن من بیا. زبان حالش بگم، پدرت از نجف آمد تو هم از خیمه بیا. حسین جان پدر از نجف آمد تو هم از خیمه بیا. قدمی رنجن ما پای بنه بر سر من، مشک پاره بده زینب که مدینه ببر. مشک پاره بده زینب که مدینه ببرد، تا شود با خبر از خجلت من مادر. تا شود با خبر از خجلت من مادر من. آرزون بود که آید به سرم ام بنین، و من انتظار داشتم مادرم ام البنین بیاید. مادرم فاطمه آمد عوض مادر. مادرت فاطمه آمد عوض مادر من. هر کجا پای بذاری به زمین میبینی. داداش برادر حالا که میای متوجه باش، هر جا قدم میگذاری عضو از اعضای ابوالفضل میبینی. هر کجا پا بذاری به زمین میبینی. قسمت از بدن و از سر و از پیکر من. قسمت از بدن و از سر و از پیکر من. یه وقت دیدم امام حسین از ذوالجنا آمد پیاده شد زمین، یه چیزی رو برداشت ای میبوسه آماده بگم. دشمنا گفتن چی خبره؟ حسین ورق قرآن جدش پیغمبر پیدا کرده، این دعت احترام میکنه و میبوسه. دیدم دست مریده عباس، ای کاش میدیدم در آن صحرا حسین، بوسه میزد بر کجای دست تو. انا لله.